نیلوفر مثل یه پرتو نور خورشید بود. توی یه روستای کوچیک با خانوادش زندگی میکرد. هر روز بیرون بازی میکرد. نیلوفر عاشق دویدن و پریدن بود. وقتی بازی میکرد، خورشید پوستشو گرم میکرد. صدای خنده نیلوفر تو روستا میپیچید. با دوستاش دنبال پروانها میدوید. به این درختها قایم باش بازی میکردن. گرمای خورشید خوشحالش میکرد. یه روز نیلوفر حس کرد یه چیزی فرق داره. پاهاش درد میکرد. نمیتونست مثل قبل سریع بدوه. وقتی میپرید استخوناش درد میگرفت. نیلوفر ناراحت بود. دیگه انرژی برای بازی کردن نداشت. نیلوفر دردشو به مادرش گفت. مادرش نگران شد. نیلوفر رو پیش دکتر روستا برد. دکتر نیلوفر رو با دقت معاینه کرد. ازش در مورد غذاهاش و اینکه چقدر وقت تو آفتاب میگذرونه سوال پرسید. دکتر توضیح داد که نیلوفر استخوان‌های ضعیفی داره. به کلسیم و ویتامین دی بیشتری نیاز داره. مادر نیلوفر نگران بود. میخواست دخترش سالم و قوی باشه. دکتر توضیح داد که نیلوفر یه بیماری به اسم نرمی استخوان داره. یعنی استخوان‌هاش اونقدر که باید قوی نیستن. نیلوفر ترسیده بود. نمیفهمید چه اتفاقی داره میافته. فقط میدونست که دیگه نمیتونه مثل قبل بازی کنه. بچه‌های دیگه در موردش پچ میکردن. دیگه ازش نمیخواستن که تو بازیاشون شرکت کنه. نیلوفر احساس تنهایی میکرد. تو خونه مامان نیلوفر براش غذاهای مخصوص درست میکرد. نیلوفر کلی سبزیجات برگ سبز میخورد. هر روز شیر میخورد. مادرش همچنین مطمئن میشد که نیلوفر وقت کافی رو تو آفتاب بگذرونه. نور خورشید به بدن ما کمک میکنه که ویتامین دی بسازه که برای استخوان‌های قوی مهمه. نیلوفر از طعم اسفناج و کلمپیچ خوشش نمی اومد. اما میدونست که خوردن اونا مهمه. میخواست دوباره قوی بشه. میخواست با دوستاش بازی کنه. میخواست گرمای خورشید رو روی پوستش حس کنه. هر روز صبح نیلوفر تو آفتاب می نشست. چشماش رو می بست و گرمای خورشید رو حس می کرد. تصور می کرد که نور خورشید استخوانهاشو پر از قدرت می کنه. مادرش یه لیوان شیر براش می آورد. می گفت بخورش دختر گلم، این شیر تو رو مثل کوه قوی می کنه. نیلوفر شروع به انجام ورزش‌های سبک کرد. با قدم‌های کوچیک شروع کرد. هر روز یکم بیشتر راه می رفت. تمرین پریدن می کرد. میتونست حس کنه که بدنش داره قوی‌تر میشه. کم کم نیلوفر حالش بهتر شد. استخوان‌هاش دیگه اونقدر درد نمی‌کرد. انرژی بیشتری داشت. میتونست یک کم بدو و بپاره. به دوستاش تو مزرعه ملحق شد. اونا از دیدن دوباره نیلوفر خوشحال شدن. دوباره صدای خنده نیلوفر تو هوا پیچید. مثل یک گل بود که تو نور خورشید شکوفه میداد. یاد گرفته بود که مراقبت از بدنش مهمه. غذای سالم میخورد و تو آفتاب بازی میکرد. نیلوفر از اینکه دوباره سالم و قوی شده بود خوشحال بود. داستان نیلوفر تو روستا پخش شد. اون تبدیل به یه الگو برای بچه‌های دیگه شد. اونا اهمیت نور خورشید، غذای سالم و ورزش رو یاد گرفتن. سفر نیلوفر به همه قدرت امید و مقاومت رو یاد داد. نیلوفر میدونست که حتی وقتی اوضاع سخته همیشه امیدی هست. یاد گرفت که بدن ما با ارزشه، باید ازش مراقبت کنیم.